این فکر کردین که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام چه کسی کنار ایشون حکومت رو اداره میکنه؟ شاید انتظار دارین که جواب این سوال فقط مردها باشن، اما نه. یه راز بزرگ در مورد نقش کلیدی زنان در حکومت امام زمان علیه السلام وجود داره که خیلی ها ازش بیخبرن. تو این ویدیو قرار از یک حقیقت هیجان انگیز پرده برداریم که تا حالا کمتر در موردش صحبت شده. زنان چه مسئولیت‌هایی در حکومت امام زمان علیه السلام دارن و چطور دنیا رو تغییر میدن؟ پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. قول میدم جوابهامون شما رو شگفت زده میکنه. اگه تا حالا به چنین موضوعی فکر نکرده بودی، حتما همین الان کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن، چون ما اینجا سوالهایی رو مطرح میکنیم که کمتر جایی ازشون صحبت میشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند 50 زن از بهترین یاران امام زمان علیه السلام خواهند بود. این خودش نشون دهنده اهمیت زنان در دوران حکومت جهانی امام زمان علیه السلام هست. حالا بیایم کمی بیشتر وارد جزئیات بشیم. نقش زنان در دوران ظهور چیه؟ در روایات آمده که زنان در زمینه‌های مختلف مثل تعلیم و تربیت، مدیریت و حتی در حوزه‌های نظامی فعالیت‌های مهمی خواهند داشت. یعنی زنان تنها نظاره‌گر نخواهند بود، بلکه نقش‌های کلیدی و مهمی در ساختن و حفظ عدالت جهانی خواهند داشت. مثلا تصور کنید در حکومتی که پایه‌اش بر عدالت و معنویت بنا شده، چقدر مهمه که زنان نقش‌های آموزشی و تربیتی ایفا کنند و نسل‌های بعدی رو با اصول عدالت و اخلاق رشد بدند. همینطور زنان میتونن در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی و اجتماعی هم حضور داشته باشن و به عنوان مشاوران اصلی امام زمان علیه السلام عمل کنن. حالا فکر میکنید چه تأثیری میتونه داشته باشه وقتی زنان در کنار مردان در حکومت امام زمان علیه السلام حضور دارن؟ اینجاست که عدالت واقعی به نمایش گذاشته میشه. هم زنان و هم مردان با هم در ساختن یک جامعه عادلانه همکاری میکنن. این یعنی همه بدون توجه به جنسیت میتونن به اوج توانایی هاشون برسن و نقش مهمی در تغییر و پیشرفت جامعه داشته باشن. خب دوستان، دیدیم که نقش زنان در دوران ظهور امام زمان علیه السلام نه تنها کمرنگ نیست، بلکه در واقع بسیار پررنگ و کلیدی هست. زنان ستونهای مهمی در ساختن حکومت عادلانه و جهانی خواهند بود. این نگاه تازه به زنان همون چیزیه که ما رو به یک آینده روشن و بهتر امیدوار میکنه. همه ما ممکنه سوالاتی در مورد مهدویت داشته باشیم که نیاز به پاسخ داره. اگه سوال یا شبهه‌ای درباره این موضوع داری، همین حالا توی کامنت ها برامون بنویس. ما سوالاتتون رو بررسی میکنیم و در ویدیوهای بعدی با دقت بهشون پاسخ میدیم. این فرصتیه برای مشارکت شما برای بالا بردن سطح معلوماتتون. پس بدون تعارف سوالاتتون رو بپرسید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودی. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و مهمتر از همه دعا برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فراموشمون نشه. لبیک یا مهدی یا علی مدد.